آمدید. امروز می‌خوایم یکی از قدیمی‌ترین جنگ‌های تاریخ گیمینگ را حل و فصل کنیم. سمت چپم رامین، طرفدار پلی استیشن که اونقدر عاشق کنسولش بود که توی خواب هم دوال سنس در دستشه. و سمت راستم کامیار، حامی ایکس باکس که معتقد ایکس باکس فقط یک کنسول نیست، یک راه زندگی است. رامین، شروع کنیم با تو. چرا PS5 به نظرت سلطان کنسول واست؟ سارا جان، PS5 فقط یک کنسول نیست، یک سفر حسیه. وقتی دارم با دوال سنس بازی میکنم، انگار دارم واقعا تو بازی زندگی میکنم. تو رچت اند کلنک هر شلیک اسلحه رو تو دستام حس میکنم. تو ریترنال بارون رو روی پوستم احساس میکنم. ایکس باکس اون یک جعبه سبز خسته کننده است که وایب پلاستیکی میده. کنترلرش انگار تو دهه 90 آورده شده. رامین جان، به نظر میرسه هنوز در گذشته زندگی میکنی. ما در عصر کارایی و ارزش زندگی میکنیم. ایکس باکس با کویک رزوم میتونه همزمان 5 بازی رو تو حافظه نگه داره و در ثانیه سویچ کنه. بینندگان عزیز، توی PS5 باید هر بار 2 دقیقه منتظر لودینگ بشی. اونم برای بازیی که $70 براش پرداخت کردی. بازی انحصاری چی؟ هدلاین هر کنسولی بازی انحصاریشه. ما در لاست آف آس رو داریم، گاد آف وار رو داریم، هورایزن رو داریم. داستانایی که قلب رو می‌لرزونن، گرافیکایی که چشم رو کور میکنن. ایکس باکس چی داره؟ هیلو اینفینیت که گرافیک شبیه بازیای موبایله. فورزا که اما نیت فور اسپید خودمونه با کمی چاشنی. رامین جان، تو هنوز داری راجب داستان حرف میزنی؟ ما در سال 2024 هستیم. مردم انتخاب میخوان. ما گیم پس داریم. نتفلیکس دنیای گیم. با قیمت یک پیتزا به بیش از 400 بازی دسترسی داری. از ایندی های کوچک تا اول های تریپل ای. تو PS5 باید برای هر بازی $70-80 بدی. اونا برای تجربه‌ای که 10 ساعت بیشتر طول نمیکشه. وایسید، حالا یک سوال مهم. پشتیبانی از نسخه‌های قبلی بکورد کامپتیبیلیتی چطور؟ ما PS پلاس داریم که بهترین بازی‌های نسل قبلی رو با آپگرید گرافیکی ارائه میده. اما راستش کی میخواد بره عقب؟ آینده مهمه. آینده در دست حفظ تاریخ گیمینگ است. ایکس باکس میتونه تقریبا هر بازی از 20 سال پیش تا امروز رو اجرا کنه، اغلب با رزولوشن 4K و نرخ فریم هایر. ما فرهنگ رو حفظ میکنیم، شما فقط به دنبال ترندز روز هستید. خب، حالا بریم سراغ یه موضوع حساس، مولتی پلیر. کامیار، ایکس باکس رو قوی تر میبینی؟ ما کیفیت رو به کمیت ترجیح میدیم. کامیونیتی ما وفادارتر و پشنت تره. و راستی حداقل ما ایمیج های پروفایل متحرک داریم. شماها هنوز از عکس های بیجان استفاده میکنین. قطعاً سرویس آنلاین ما استیبل تره، کامیونیتی بزرگتر داره و با گیم پس دوستات میتونن رایگان با تو بازی کنن. توی پلی استیشن حتی برای پلی آنلاین هم باید پول بدی. بسه. حالا بریم سراغ نظر نهایی. هر کدوم در یه جمله. پلی استیشن یعنی تجربه سینمایی و فراموش نشدنی که تو هیچ جای دیگه پیدا نمی کنی. ایکس باکس یعنی آزادی، انتخاب و ارزش بیپایان، مثل یک بوفه all you can play. خب، به نظر من هر دو کنسول نقاط قوت خودشون رو دارن. PS5 برای کساییه که به دنبال یک سفر تک نفره حماسی و سنسوری هستن و ایکس باکس برای کساییه که عاشق کاوش در کتابخانه بی‌پایان با دوستانشون هستن. اما نظر شما چیه؟